هیچ وقت با پدرت بحث نکن، چون مردی که یه عمری جلوی دنیا وایساده دیگه طاقت جنگیدن با بچه‌شو نداره. از پیرمردی پرسیدن انسانیت چیست؟ گفت تواضع در وقت رفعت، عفو هنگام قدرت، سخاوت هنگام تنگدستی و بخشش بدون منت. آدم اصیل موقع دشمنی هم حرمت نون نمکو داره، ولی آدم بدزاد هنگام دوستی هم حرومزاده است. قصه نمک و نمکدونه. ذات خوب و نمک شناسی باید تو خونت باشه، خریدنی نیست. همیشه باختن بد نی مثل دل باختن، همیشه بردن هم خوب نی مثل آبرو بردن. باید یاد بگیری کجا ببری کجا ببری. آدم ها مثل شیشه میمونن، پاکش کنی میدرخشه، بشکنیش